ای گلم لای لای خوشگلم لای لای غرق نگاهت نور مهتابی ورکه آبی آرزوی دل چشم سیاهت چشم سیاهت غرق نگاهت ابر غمم را ببارم سر راهت تای ببارم سر راهت شد گل شادی شد گل شادی گریه شوق مهربان تاب و توان مهر من جان جهانم آرزوی دیدنت خندیدنت مثل سرابه بی تا دلم قلندری مست و خراب عزیزم مست و خرابه غنچه مهر خفته‌ام نشکفته‌ام چون گل پرتر خرابه ای گلم لای لای خوشگلم لای لای غرق نگاهت نور مهتابی برکه آبی آرزوی دل چشم سیاهت چشم سیاهت آن غرق نگاهت ابر غمم را ببارم سر راهت تای ببارم سر راهت تنهایی کجا میری؟ منم بابا دختره که کوچه بغلی من دیدی ها چقدر شدم با اون نگاه اولی دستم پیدا نه چیزا بایستر ما فرمونتیم ترمز زیر پرتال خیلی بودی با عجله میری خیلی با عجله میری یه نگاه به ما کن اخ نکن بهت نمیاد منم بردایی که زنگ نه این سلام پدر جان روز بخیر احسان فرموده بودید سلام دخترکیم این ابله پیرمرد پشت سرت چه میخوای هدیه ما چه میدانیم از صبح تا به حال دنبال ماست همش دنبال ما میآید همه را مار میگزد ما را سوسک حمام ابله چه میخوای این چیه با سلام من تو محل بودم تو منطقه بودم دیدم ایشون تنوز گفتم مواظبش باشم بچه‌های محل دزدن منم از سوس غیرتی پدر جان لطف کنید بهشان بگویید که یکی باید مراقب خودت باشد پیرمرد میگوید یه دختر یکی دانیه من که یکی باید مراقب خودت باشه ابله
اولا بهشون بفرمون اولا مؤدب باشن رعایت کنن ادب و اومدم سکهشون رو بدم مهریهشون قسطشه. میگوید اولا آمدم سکهش را سکهش را بگیر بریم بازار بستنی بخوری. بهشم بگویید که آن یک سکه را ببرن بدهن به والده و خواهرشان. میگوید که آن سکه را ببر بده به چی؟ والده خواهر. والده و خواهری. بدن یه لحظه پتو از زندگی ما میکشیم و با مادر بچه همون صحبت کنیم یه دو کلو. چه میخواهی بگویی؟ اصلا چه داری برای گفتن؟ تمام موهایمان در خانه سفید شد. اصلا چه داشتی برای گفتن؟ چه چیزی میخواهی بگی چه چیزی میخواهی واقعا بگم ای کاش اون موقعی که میتونستم بگم میگفتم. ای کاش الان شطرنجی بودم که میتونستم راحت حرفمو بزنم. سلام به اون یه قشنگ من برای زندگی. آره منم همون بابای چی همیشگی. تو هم اون چیزایی که من فکر میکنم فکر میکنی چجوری هست بهش بگو بهشون. یعنی بهش بگویم همش رو؟ آره دیگه همه رو بگو بهشون همه رو. پس بگویم دیگه از اول تا آخر. آره بابا حرفای قشنگی زدم. ببین دختریم این منم بابا اتی این میگی یک سری بهانه برایت خریدی است که اگر تمام بهانه ها یکی باز کنی یکی از شطرنجیه رو بعد میداری نگاه کنی اینجا رخ هستی قلعه میزنی بعد از بالای قلعه تیر و کمان هستیش میزنی بعد اینجا فیل به صورت آریب حرکت میکنی اسب به صورت ال اینجوری از اینجا میفرده. حالا فیل که میاد هندوستان میافتی وقتی حرکت گامبیو میزنی میبینی که یا از اون طرف آن توتیه به تاجر میگوید که برای میخری قال میگه میخرم برای میخرم بعد کش مات. حالا صبر کنی. حالا میگوید که یه فکری بکن که اگر من فکر داری چجوری فکرش این چیز میشوید اینجوری. این اصلا فکر نمی کند پسر. آفرین الان که فکر میکنم میبینم در حجم بسیار وسیع نخود بسیار ظریفی رو اعلام کرده. راستش رو بخواهید بتی جان ما گهگاهی به شما فکر میکنیم. فقط گهگاهی غزل خیر بیشتر اوقات به شما فکر میکنی. آخر مگر میشود آدم شوهرش را فراموش کنه؟ یک لحظه همه کویت شمیه مگر میشود همچنان آن 38 شوهرت بر یادت باشد ابله. آخر میدانید پدرجان این یکی با بقیه فرق میکنه. نزن بابا باز دو کلم بهش خندیدیم و پرلو شد. مسخره کردی است. اینی کاسته گولیل باباست هدیه گولیلیه. پدرجان همینطوری ایستاده اید هرچی دلش میخواد به ما بگوید؟ اولا که بی تربیت بله ابله نفس کشیه با دختر من شوخی میکنی. من نیستم اگر وایستم اینجا یه لحظه. بیش ابله بیش ما تو میگوی. سلام علیکم. سلام. نخوابیدی شما؟ نه خوابم نبود. موبایله؟ نه خیر بیگودیه. اعلیحضرت گفته از این زلفای پریشونم خوشش نمیاد میخوام فرش کنم. آها شما با نمکی نمیگفتی ریا نشه نه؟ اون وقت میخواستم ببینم فیلمی کلیپی چیزی دارین این تو؟
اوه فت و فراوون، همه مدلشو دارم. چه مدلی دوست داری؟ نه من راستش بخوام که الان چند وقت قبله عالم به من گیر دادن که تلویزیون میخوان. حالا من تو 200 سال قبل تلویزیون از کجا گیر بیام؟ گفتم یه فیلمی کلیپی چیزی باشه که ما بتونیم نشون بدیم بی خیال ماشن. به خاطر اینه. تلویزیون کجا بخوای گیر بیاری؟ نمیدونم دیگه. چون تو قبله عالم برحال گیر دادن به من. نمیدونم. بگو چیه حلش کنیم؟ بگو چی شده؟ داستان چیه؟ ببخشید من زابراتون کردم، مثل اینکه عذر میخوام از حضورتون ها. با ما رو راست باش زنده کریمی. نه مسئله مهمی نیست، برید بخوابید. زنده کریمی با ما رو راست باش بگو. نه چیز مهمی نیست، باور کنیم. بفرمایید بخوابین، شما راحت باشین. حلش قربون عالم ویار تلویزیون کرده میگه چیز مهمی نیست. عجب چقدر آدم باید بی شعور و بی منطق باشه. به قول خودت 200 سال قبله. نه یعنی چی؟ یعنی شما بیدار بودی حرفای منو میشنیدین؟ نه آقا جون ولش کن، اصلا تحویلش نگیر. این الان میگه تلویزیون، پس فردا کجا معلوم بهت نگه سفینه فضایی من میخوام اینجا بشونی برام. ولش کن. آفرین همینه، تحویلش نگیر، اهمیت نده. میدونی از حسن نیت دارن تا سوء استفاده میکنن. تقصیر خودته، تقصیر کسی نیست. خودته که به این شطور رو دادی. آدم انقدر بی منطق بی شعور، این چیزا چی هست؟ حالا شما خودتون رو ناراحت نکنید. البته شما هم درست میگی، من زیادی به حرفای قبله عالم توجه میکنم. بریم بخوابین دیگه، بریم. آره بفرمایید. بریم. من که الان بیخواب شدم، با عزتون میرم یه چرخی بزنم بعد میام خدمت. بله منم میرم یک استریل شبانه با اجازه. ببین منم برم تا بچه‌ها نخوابیدن یه زنگ خونه بزنم بیام. تو جای من بخواب گرم. الان واسه احساس می‌کنی یه خورده داری مشکوک میزنین؟ کی من؟ اصلا همینجا بخواب جام گرم بمونه. خیالم راحت شد ها؟ آخه حرف حسابش چی بود؟ چه میخواستی باشد؟ منت کشی آنقدر به پای ما افتاد و گریه کرد که داشت از بین میرفت. جوابشو که ندادی. ما اگر میخواستیم جواب شوهرهای مطلقه من رو بدهیم که از صبح تا شب باید جواب پس میدادیم. خوشبختانه پدرمان رسید و جوری حقش رو گذاشت کف دستش که رفت و دیگر نیامد. شماها چطور؟ خبری از شوهرهای سابقتان؟ منت کشی؟ بمیرم الهی. بلو جان ما از اول هم با ما ارتباط متافیزیکی داشت. هر شب به خواب ما میآید، میخواهد برگردد، ما میگوییم نه. ما هم چند تکه نبات در وسایلمون پیدا کردیم. فکر کنم کار دوالملک باشد. به خودت نگیر ضعیف جون. منم 3 کاسه کشک بادمجون تو آشپزخونه اینجا پیدا کردم. بگم کار قرقیه. فعلا تنها کسی که رجوع کرده بابا اتیه. آخیش این بتی جان ما از اولش هم احساساتی بوده. گول کاراشونو نخورینا. این مرحله یکی از مهمترین و خطرناکترین مرحله است. به این مرحله میگن مرحله نقاهت بعد از طلاق. تو این مرحله است که 30% خانوما برمیگردن سر خونه زندگیشون. یه هفته خانوما، یه هفته اگه دووم بیارید همه چی تموم میشه، بهتون قول میدم. این آشغال مال کیه؟ چرا لالمونی گرفتین؟ پرسیدم این نامه مال کیه؟ خاله جان چرا داد میزنید؟ اینها که سواد ندارن، حتما مال ما. تو خجالت نمیکشی؟ نامه عاشقانه در خانه من؟ وای خود تو سرم نامه عاشقانه. وای اینقدر به این لوبتک ما اختر جان تندی نکنید. شاید مال بتی جان ما باشد. قیصر جان بابا اتی اگر نامه نوشته بود که حضوری نمی اومدن منت کشی کنن. حتما اگر روی سربرگ دکتر دوالملک هستش برای من هست. یزه بده من عزیزم، بده من عزیز دلم، نازنینم، امید زندگیم. ای وای باز این قرقی شروع کرد. ببخشین زیبا جون بیشوره دیگه، فکر میکنه من با یه نامه خر میشم. بده من پارش میکنم. از کجا میدونی کار قرقیه؟ خب همه میدونن دیگه، نازنینم و عزیز دلم اصطلاح قرقیه. مثلا بهم میگه نازنینم، امید زندگیم، اون دیگو بردار بذار اونجا عزیز دلم. این که دلیل نشد همه مردا این حرفا رو بزنشون میزنن. تازه خیلی هم بدخطه.
خانم ها من همین الان فهمیدم این دستخط اعتماد است. عذرخواهی میکنم. بده ببرم آتشش بزنم. نه خیر اجازه بدین. نوشته که متاسفم که در این مدت کوتاهی که از ازدواجمون میگذرد نتوانستم شوهر خوبی برایت باشم. قول میدهم اگر بمانی جبران کنم. خب شما که 50 سال ازدواج کردین که. خب آنقدر به اعتماد خوش گذشته. این نیم قرن برای اون لحظه است. سفسطه نکن اختر جان. ما باز هم میگوییم که این کار بتی جان ماست. آخر نیست دستهایش میلرزد. یکم کج و کله مینویسه. الهی بمیرم برای. همه میدونن که دکترها بدخط هستن. این رو دوا نوشته. فکر کرده من رو با دروغ و دغل میتواند گول بزند. آخه شوهرهای شما که این دور و بر ولوان. اگر بخواهند حرفی بزنن میآیند میگویند حتما مال بلو جان ماست که راه دور است. صبر کنین. یه چیز مهمی کشف کردم. فکر کنم اصلا برای من نوشته. چون نوشته که تو با شعورترین، وفادارترین و زیباترین زنی هستی که من در تمام عمرم دیدم. خب این که دیگر تمام آدرس های ماست دیگر ها. ای وای من میخواستم شماها رو امتحان کنم. این دستخط اعتماد است. بده ببرم کنار نامه‌های عاشقانه دیگرش. الهی بمیری قرقی. خب میمردی اون بالای صفحه مینوشتی برای کبوتر که اینا اینجوری درگیر نشن. هنوز اون آجای انگشته چربش پشت کاغذه. خب بده من دیگه زیبا جون. قول میدم اگر به پاریس نروی و پیش من بمانی همه چیز رو جبران میکنم. دوستت دارم. نیما زند کریمی. خانم ها همه در جاهاتون. خاموشی. ببخشید اینجا چه خبره؟ دیر جنبیدیم مستشار، دیر جنبیدیم. چرا چی شده مگه؟ ما غفلت کردیم و این تازه به دوران رسیده ها برای قبله عالم تلویزیون آوردن. تلویزیون؟ شوخی میکنی؟ سیاتون کردن. جناب بلوکات ماجرا چیه؟ برنامه چیه؟ فعلا که افتتاح تلویزیون برنامه‌هاش بعداً شروع میشه. یا توان مرز هل آفرین. خب شروع کن دیگر دلمان آب شد. آره امروز ما مفتخریم که در جهت اجرای فرامین شاهانه و خواست اعلیحضرت و در جهت پر کردن اوقات فراغت قبله عالم به بهترین شکل ممکن آغاز برنامه‌های تلویزیون همایونی رو اعلام بنماییم. خوراک منه خوراک من. یعنی چی میشه؟ ببخشید این چیه الان؟ برفته دیگه برنامه ها شروع نشده اینجوری میکنه. الان برنامه شروع میشه. قبله عالم بفرمایید این کنترل بگیر اینو بگیر. این اصل کردیه. حالا چی دوست داریم پخش بشه؟ من خوراکم سرخط خبرهاست. سرخط خبرها رو پخش کن. اجازه بده. الان شما نه بچه‌های عزیز، الان قبله عالم امر بفرمایید. اینو بچه با اجازه فری مطبخیان بچه پایی. این جایش خیلی قشنگ هست. استاد بگیر. بینندگان عزیز دو انگشتی همراهی بفرمایید. همراهی. ژوله 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 ژوله
با یه دونه لوله با یه دونه لوله میزنه تو سر سوسوله میزنه تو سر سوسوله واقعا خجالت آوره. آقا تو معظم آقا این تلویزیون بود؟ نه آقا همین تلویزیون بود. دوستان گوش کنیم ما به شما میگم تلویزیون چیه؟ نگاه هم یکی از اون توچال یک چیزی میفرسته، یکی دیگه یک جای دیگه میگیره. بعد او دوباره ول میده ما دریافت میکنیم. این هم چه تلویزیونی بود که هم لنگ فرستنده از زیر گیرنده زده بود بیرون. پدر سوخته. خجالتم نمیکشند. خجالتم نمیکشند. برف شادی میافشانند بعد میگن برفک تلویزیون است. چه جالب، پس شماها میدونین برف شادی چیه؟ بله، در عروسی قبله عالم بود که به دلیل مصرف بیش از حد برف شادی 1 هفته مدارس ابتدایی تعطیل شد. یادمه. خب به دست گلشون واقعا درد نکنه. شما فرمایشی ندارین؟ من با تشکر نیمون عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار داد، من میخواستم نسبت وقایع اخیر یه واکنشی نشون بدم. خب نشون بدین. الان همراهم نیبردم، جلسه بعدی همراهم میارم. خب بسیار خب دوستان، من فکر میکنم بس دیگه داره میره به سمت باقالیا. من فکر میکنم به یک جنبندی برسیم. پرنیان، بلوکات و فری میخوان کلاهبرداری کنن. و قصدشون اینه که قبله عالم رو سرکیسه کنن. من از این همه شعور و آگاهی شما تشکر میکنم و واقعا فکر میکنم باید به یک تصمیم مشترک برسیم و جلوی سوء استفاده این افراد رو بگیریم. با عرض سلام خدمت جهانگیرشاه، امیدوارم که در جمع خانوادگی گرمتون نشسته باشید و نظارگر برنامه آشپزی ما باشید، یعنی قرقی. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از همکاران محترم که این مواد رو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم استفاده کنیم و همکاران عزیزم در بازار، مطبخ، امپکس، نودال و این. چقدر ول میزنیم، شروع کنیم بابا مرده از گشنگی. امروز میخوایم شروع کنیم یک غذای بسیار لذیذ راویولی مزه‌دار به نام آش رشته همایونی. مواد لازم: رشته سفت مشنوروز، یه مغازه داره 2 دهانه خیلی خوشگل اول بازار. کشک شله میرکفن که اینم مغازش ته بازاره، خیلی خوشگله، بگید حتما از اونجا بگیرید. سیر سفت شفتی خان که مغازش دقیقاً وسط بازاره ولی 4 دهانه است، بزرگه، اونم مغازه خوبیه. حبوبات میرزا هوشنگ خان که حبوباتش بسیار عالیه و باید استفاده کنید، میتونید خودتون ببینید. قربانت گردم قبله عالم، این اصلا قبول نیست. تبلیغات درون برنامه‌ای اصلا ممنوع شده. این نامرد از اهالی بازار پول گرفته بیاد اینجا جنساشون رو تبلیغ کنه. تا چش درت حسود. خب اینا رو دادن، بار مالی این کارو به عهده گرفتن. من که نمیتونم اینا رو مفتی دادن که من تبلیغ کنم. حرف اضافه واسه خودش میزنه. بله برو کن دیگه بابا، درست شما دیگه، مردی مگوشنگی. بله قبل از هر چیز حبوباتمون رو میریزیم توی دیگ، یه مقدارم آب روش میذاریم، یعنی پرش میکنیم تا پف کنه. بعد یه مقدارم سبزی بهش اضافه میکنیم. حوصله‌مان سر رفت قرقی. آش آماده نداری؟ چرا قربان، یه ظرف دارم. بیا دست به دست کن بردیم. آمبول بیا، نمیگی دست به دست کن. بیا دست به دست کن اینو بده. جهانگیر شاه خودتون تقسیم کنید. چه آشی قربان. آفرین. اگر سوختم. حالا ما میخوریم شما تماشا کنید. آفرین. این غذا رو ما الان به خدمتتون عرض میکنیم که بفرمایید. چیکار باید بخورم؟ اخبار ابله. برو. صبح نمیدونین چی شده. صبح الان در
الان دقیقه یادم نیست الان خودتون بزرگ به گزارش هواشناسی گوش بدید. خیلی خوب دستتو بگیر. اینجا غلط، نه اینجا کاخه، بارون میاد بگو چرب چرب. اینجا شب شد ستاره. از این قسمت ابرهای هوازا به این سمت بعد از این طرف خاک طوفان چیزو بگو ریزی کرد یه سری زلات معلق اینجوری دیده میشه اینجا. ریزگرد اومدن. مادر جان چرا آنجا نشسته اید؟ به خود من مربوط است. از قدیم گفتند اگر پرنده‌ای را دوست داری او را رها کن، اگر برگشت که از آن توست، اگر برنگشت هیچ وقت از آن تو نبوده. ما الان برگشته ایم کنار شما. از قدیم غلط کردن با تو. الان هم لابد آبادانتان تمام شده که بازگشتید. گفتیم حالا که دیگر سر خر ندارید و آقا بالا سر ندارید، میایید همینجا زیر سایه خودمان میارامید، میخوابید، میتمرگید، میترکید. نمیدانستیم که یابو براتان میدارد، میروید برای ما طلاق سرا راه میاندازید و عددی میشوید. بر غربا حرجی نیست، ولی آدم از دختر و خواهر شوهر و کلفت بخورد خیلی زور دارد. خانم اینجا و اونجا نداره که همه جای این دربار زیر سایه شماست. خواهر جان ما نخواستیم با غم و غصه و رنج و محنتمان اوقات ملکه رو مکدر کنیم. ما که جانمان از وجود مبارک شماست، چه فرقی میکند جسممان کجا باشد؟ تمامش کنید این لوسبازی ها را. ما مثلا خیر سرمان آمده این توطئه‌ای بچینیم مکری کنیم، حالا گلستان سعدی را انداختن برای ما. گفتیم گذر پوست به دباغخانه میافتد، باور نکردید. حالا هم بروید همونجا که خوشگذرانی هایتان را میکردید طرح و توطئه راه بیاندازید. بله نمیشود که آغل هایتان را ما پر کنیم، جفتک هایتان را جای دیگر بیاندازید. خواهر کدام خوشگذرانی؟ خانه ما را که میدانی غم کرده، سوت و کور، کر و کثیف. کدوم آقل خانم جون؟ نونو میزدیم تو مصیبت، سق میزدیم، سوء هاضمه گرفتیم، دو شب اونجا بودیم. کدام جفتک مادر جان؟ ما گیس و گیس کشی کردیم، به هم چنگ انداختیم، فوش دادیم، ولی دریغ از یک جفتک. تازه ضعیف گازم میگیره. ما میخواهیم انتقام دیروزمان را بگیریم. فخری توی بیچاره باید به فکر فرداییت باشی. مگر چه شده؟ نمیدونی؟ مردا برای قبله عالم تلویزیون راه انداختن. صبح تا شب میشینن اونجا دور هم جمع میشن، میگن، میخندن، برنامه تماشا میکنن، تخمه میشکنن. تخمه هم میشکنن؟ به جای رسیدگی به امور جاری، به جای اینکه غم دوری ما را بخورن، کیف دنیا را میکنن، به ریش ما هم میخندن. فخری دیر به جنبی شوهرت را از تو خواهند گرفت. اصلا چرا آنها تلویزیون داشته باشند و ما نداشته باشیم؟ ایرادی ندارد عمه جان، تا وقتی که کنترل دست آنها باشد. آش همین آش هست و کاسه همین کاسه. ما شیر شدیم. پرسید خجالت میکشی یا نه؟ دو جواب دارن. آری خیر. خب من راستشو بهتون بگم، من یکی دو بار کشیدم، کش اومد پاره شد. یک چند تا فوش آبدار نثاری بکن، بعدش هم اون پروژه پیژامو و گشت در بازار بزرگ رو اجرا کن. پدر سوخته تو باز قبله عالم از تو یه چیزی خواست. پدر سوخته نگفتی. پدر سوخته بده همان فرستنده تو جان رو بکنه توی حلقت. پدر سوخته نظیر بکن تو مغزی. کجا یعنی اینجا فرار اینجا دوباره گرفت، از دستم افتاده، نمیخواستم آوردمش بالا اینجا افتاده. آره چرا چیز پرت میکنی امروز؟ آره این پرت نمیکرد تو این 2-3 ساله. همه اشتا بگوید. آره دیگه همه رو بگو، مهم بود. میگوید آیا آن چیزی که فکر میکنید دیگه میگوید اصلا این فکر نمیکند دیگه.
گیر کرد از خالی کامل قاطی کن دیگه باشه میترسم خب همش را بگویی خدا دیگه همش رو بگو مهم بوده آیا تو همون چیزی بگو الان همش را بگویی خدا دیگه همش رو بگو مهم بود حرفای قشنگی میزنی سخته تکسم رو بگیر یعنی همش را بگویی آره دیگه بگو مهم بوده پس همش را بگویی آره همش رو بگو مهم بود بابا یه میتونی بگو خیلی سخت هست بگویم دیگه از اول تا آخر آره بابا حرفای قشنگی زدم ببین دختریم میگوید که ببین شطرنج یک کلمه اول شطرنج یه ضرب با شطرنج خب بریم از خالی ببین دختریم ببین دختریم میگه یک بهانه‌ایه که تو شطرنج هستیش نمیشه برسم نمیشه آقای مدیر شما اومدیم همه چیز زیرگو کردیم دیگه نمیشه کارش ببین دختریم چیز میگوید که یک بهانه قشنگی خریده که شطرنج توش دارید بعد یک شکلی داره که اگر چیز آفرین نوری موفق میشه خوبم یه فکری دارد تو شطرنج توشه از اون طرف هندوستان دارم یک توتی رو میگه قار قار پس از آن طرف اون توتی که در هندوستان هست میگوید که من از اینا میخواهیم از اینا میخواهیم میگرم برام توتیه میگوید غار چرا داریم رو منه چرا میخندیم رو من همه خندیدن خدایا سرد مرده به شک قبل از اینکه به من برسه نانه آقا ما یه نادر بابا من دلیلش خب تو بیا اینجا بخواب آقا از آخر شروع کنیم آقای مدیر باور کنید موقعیت با این چیز موقعیت خنده‌داریه آقا اجازه بدید نمیدونم چرا من و عارف جامونه با آقای نوروزی و مابیتی عوض کنیم جدی خدا جدی میگم به خدا جدی میگم نمیاد اینقدر موقعیت خنده داری به خدا جدی میگم بذاریم ما تو جامونه عوض کنیم جدی خب اونجا از روتون رچه نمیخندی اینجا میخندی؟ نه این جدا باشی دیالوگ هم میگه بغل این هم نباشی دیگه آره بغل هم نست بزرگترین اشتباه چیدن این ستا بغل همه ها چه بردو بگو تا که پیرنگ و خورده پیرنگیه پدو پاکن کندن دیگه که دیگه معلوم نیست نه بسته شونه دیگه سایه بست
حیران من میخواستم در نسبت به وقایع اخیر یه واکنشی نشون بدم. احسن خب نشون بدین. الان امرام نیوردم، جلسه بعد انشالله نشون میدم دیگه. با تشکر تا برنامه بعد خدا نگهدار. آفرین. خب دوستان من فکر میکنم دیگه بحث داره میره به سمت. خودمان اعلی حضرت را سرکیسش میکنه. آفرین. مگر ما چلاقیم که هر کسی از اعلی اسد سوء استفاده کند. اعلی اسد اعلی اسد از من ما نگرانم خودمان دست 3 2 1 بفرمایید بفرمایید Thank you.